ببینید دختر چی میگه؟ پراید و سمند و پرشیا و ال90 و اینا رو دوست ندارم. چرا؟ خوشم نمیاد ماشین پیرمردی، احساس میکنم ماشین رو بو میدن. فلان ماشین بو میده؟ بوی چی میده؟ بوی زحمت میده، بوی دهن سرویس شدن میده. طرف واسه همون پرایدی که تو داری سر میزنی تو این مملکت دهنش سرویس شد تو خرید، آرزوشو داشت. خیلی هم مثل من هنوز آرزوی پراید 111 رو دارن. تو که پول اسنپ تو کسی دیگه میده. چرا این برنامه مزخرف رو میسازینا؟ هر چیزی تو ذهن جوونا میکنینا. دخترا رو از پسرا فاصله میندازین، پسرا رو از دخترا، همه رو دارین با هم بد میکنین. جمع کنین برنامه. اسکل تو چرا بهت برمیخوره؟ تو هم که پول یک دوچرخه خره نداری. خب این خانوم محترم راست داره میگه. ماشین 30 میلیونی واسه 1 میلیارد بدی، اونم لگن بو میده توش. احمق، خاک تو سر لگنت کنن. ای کارتون خواب سگ بغل کن. تو چی کار داری واسه کسی که نظر میدی؟ سلیقه منم اینه، منم سوار این لگنا نمیشم. برو به فکر خودت باش که خرم نمیتونی سوار شی. اسکل تو مگه فوزولی؟ اسکل لاشی، فوزول مردمی مگه دخالت میکنی تو نظرشون؟ برو خودت جمع کن، کارتون خواب سگ بغل کن. رفیق همون آیسان گوش مخملی هستی دیگه، اونم کفش دزد بود. تو کی هستی فکر کردی میای تو فضا مجازی؟ خاک تو سر سگ بغل کنت کنن گدا گشنه.